افغانستان درد میکشید. تمام دنیا راحت بود، طفل افغانستان گرسنه بود، طفل افغانستان بدون پدر و مادر بود، طفل افغانستان از زیر آواره ها گرسنه بیرون شده. در صحرای محشر گفته می شود اینها مردمی هستند که درد کشیدن و رنج کشیدن، در مقابل انگلیس ها اینها استادن، در مقابل روس ها اینها سینه را سپر کردن، در مقابل امریکای جنایتکار اینها سینه را سپر کردن، کشته دادن، زخمی دادن، مجروح دادن، گرسنگی ها را متحمل شدن. الله میگه سر این همه مصیبت ها من زلزله را دامنگیر اینها کردم ولی اینها صابر بودن.